که خارجی‌ها که غرستان چین است، خارجی‌ها که ازبک‌های تاجیکستان است، در قرارگاه فرد همین شراب دیده شد. بعد دستی خیلی ما شراب از قرارگاه چوکران گرفتیم، از قرارگاه آب نشان گرفتیم. اینا یک طایفه بیرحم هستند، اینا به هیچ چیز رحم ندارن. تابلیتکا تمام چیزی در قرارگاه از یا به نام مجاهدین انصارالله اینا نام گذاشته شده است. از قرارگاه های همینا پیدا شد. امروز حاجی فرقان در نمی وردوز و خسک است، در کدام جای دیگه نیست. اما اینا خارجی نمیزنه، این امریکایی نمیزنه، این خودش آورده. توسط او دین اسلام یک دینی وحشی، یک دینی بیرحم، یک دینی سربر، یک دینی قاتل در دنیا معرفی کرده. از یک طرف حکومت دست انسانیدهش فساد میکنه، فسادگر. از یک طرف او مفسد خارجیش در اوج آمده. علیه اونا انشاءالله ما و شما تا قطره خون داریم مبارزه میکنیم، تا قطره خون. به نام مجاهدین انصارالله، تا صدقه مجاهدین انصارالله میبرید تا بیرحم. در اسلام ظلم نیست، در اسلام کشتن بیرحم نیست، سربری نیست، قتل قتال نیست. در هم مگیش اینا دست دارن، در هم مگیش. اولین ظلم انگلیس و یهود و نصارا علیه مسلمان ها کردگیست. حضرت حمزه را به چه قسم شهید کردن، به چه قسم او را قربانی کردن، به چه قسم او را شهید کردن، به زجر او را کشتن. اما اینا عملی همون انگلیس و یهود و نصارا را میکنن که امروز به نام انصارالله اینا نام ماندن. انشالله تا قطره خون من علیه اینا ما و شما ایستاده سیم، می جنگیم.